سلام به همه دنبال کنندگان عزیز دنیای اگرها. من سپهرم و امروز میخوایم یکی از جنجالی ترین سوالات در روابط بین الملل رو بررسی کنیم. اگر آمریکا حمایت خودش رو از اسرائیل برداره چه تأثیری بر خاورمیانه و جهان خواهد داشت؟ در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. آمریکا از زمان بنیان اسرائیل در 1948 یکی از اصلی ترین حامیان سیاسی، نظامی و اقتصادی این کشور بوده. اما اگر این حمایت ناگهان قطع بشه، اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد؟ با من همراه باشید تا این سناریو از ابعاد مختلف تحلیل کنیم. نظریه اول، قسمت اول، کاهش برتری نظامی. آمریکا سالانه 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌کند. بدون این حمایت اسرائیل ممکنه در مواجهه با گروه‌هایی مانند حماس، حزب الله با چالش‌های جدی روبرو بشه. قسمت دوم، فشار اقتصادی. تحریم‌های احتمالی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی میتونه اقتصاد اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده و با این نظر که اسرائیل هیچ منابع خاص و منبع درآمدی نداره، ضعیف و ضعیف‌تر میشه. قسمت سوم، تغییر در سیاست‌گذاری. اسرائیل ممکنه مجبور بشه به سمت قدرت‌های دیگه‌ای مثل روسیه و چین متمایل بشه. نظریه دوم، واکنش فلسطینی‌ها و گروه‌های مقاومت. قسمت اول، تقویت جنبش‌های مقاومت. گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی ممکن است این فرصت رو برای افزایش حملات یا مذاکرات از موضوع قدرت ببینند. قسمت دوم، احتمال تشدید درگیری‌ها. اگر اسرائیل احساس ضعف کنه، ممکنه حملات پیش دستانه‌ای رو شروع کنه که منجر به جنگ گسترده‌ای در منطقه بشه. نظریه سوم، تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه. قسمت اول، افزایش نفوذ ایران و محور مقاومت، حزب الله، هشت شعبی، انصارالله یمن ممکن است از این فرصت برای گسترش نفوذ خود استفاده کنند. قسمت دوم، نگاهی به واکنش عربستان و کشورهای عربی. برخی کشورهای عربی که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل بودند، مانند امارات و بحرین، ممکن است سیاست‌های خود را بازبینی کنند و پی ارتباط دوباره با اسرائیل برگردند. قسمت سوم، نقش ترکیه و قطر. این کشورها ممکن است تلاشی کنند به عنوان بازیگران جدید در مسئله فلسطین وارد شوند و مثل همیشه سود خودشون رو از شرایط ببرند. نظریه چهارم، تأثیر بر آمریکا و سیاست جهانی. قسمت اول، از دست دادن نفوذ در خاورمیانه. آمریکا ممکن است بخشی از کنترل خود بر تحولات منطقه را از دست بدهد، یعنی دیگه از جمله فشارهای منطقه‌ای و نظامی کم میشه. قسمت دوم، واکنش لابی‌های صهیونیستی. گروه‌های قدرتمند یهودی در آمریکا ممکن است علیه این تصمیم بسیج شوند و فشار سیاسی ایجاد کنند. قسمت سوم، جایگزینی توسط چین یا روسیه. اگر آمریکا از اسرائیل فاصله بگیرد، روسیه یا چین ممکن است جایگاه خود را به عنوان حامیان جدید اسرائیل تقویت کنند. نظریه پنجم، سناریوهای احتمالی. قسمت اول، سناریوی خوشبینانه. کاهش حمایت آمریکا منجر به فشار بین المللی برای تشکیل دولت فلسطینی می شود و راه برای صلح پایدار باز می شود. قسمت دوم، سناریوی بدبینانه. جنگ گسترده تری در منطقه شکل می گرفت. تشدید درگیری‌های فرقه‌ای و بی‌ثباتی در خاورمیانه. قطع حمایت آمریکا از اسرائیل می تواند یکی از بزرگترین تحولات ژئوپلیتیک قرن باشد. این اقدام نه تنها بر امنیت اسرائیل بلکه بر کل معادلات خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. اما سوال اصلی اینه، آیا آمریکا واقعا حاضر است چنین ریسکی رو بپذیره؟ نظر شما چیه؟ فکر میکنید چنین سناریویی متحمل است؟ دیدگاه خودتون رو زیر همین پست برامون بنویسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب کنید تا از تحلیل‌های بعدی ما با خبر بشید. دوستتون دارم تا اگرهای بعدی. خدا نگهدار.